در میان صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 صحابی هستند که کثیر الفتوا اند. از همه بیشتر فتوا از امیو روایت شده. در جای اول حضرت عمر میسته، یکم حضرت عمر، دوم حضرت علی، سوم حضرت عبدالله ابن مسعود، چهارم مادرمون بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها، در جای پنجم زید ابن ثابت میسته، جای ششم در حضرت عبدالله ابن عباس، جای هفتم در حضرت عبدالله ابن عمر. این 7 نفر. جای یکم در حضرت عمر. اگر فتوای حضرت عمر را جمع کنیم چه دیگه انسیکلوپدیا میشه. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هسته. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیت که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصلا کلمه بدعت در زبان عربی به معنای چیزی نو میآید. نو پیدا، چیزی که اول نبوده بعد پیدا شد. عقل بسیار میگفتن این بدعت، اما در شریعت کلمه بدعت در حدیث ها اومده است. حضرت صلی الله علیه و سلم بسیار نهی کرده استش و از بین گفته است. میگه که فإن کل بدعت ضلالة، هر بدعت ضلالت است، گمراهی است. هر بدعت حضرت صلی الله علیه و سلم گفته است که گمراهی است، از راه حقیقت دوشیدن است. حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه، حدیثای متفق علیه است، من احدث فی امرنا هذا لیس منه فهو رد. هر کسی که در همین دین ما چیزی از خودش اضافه میکنه که از این دین نیست، اون مردود است، یعنی مقبول نیست، قبول نمیشه. خب اما فقها گفتن که بدعت مختلفه میشه. بدعت میتونه حسنه باشه، بدعت میتونه سیئه باشه. از کجا گرفتن این گپا؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر نه فقط یک خلیفه راشد است، حضرت عمر مفتی امت اسلام است. در مسئله فتوای شرعی هیچ صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برابر نمیشه. در میان صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 صحابی هستند که کثیر الفتوا اند. از همه بیشتر فتوا از امیو روایت شده. در جای اول حضرت عمر میسته، یکم حضرت عمر، دوم حضرت علی، سوم حضرت عبدالله ابن مسعود، چهارم مادرمون بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها، در جای پنجم زید ابن ثابت میسته، جای ششم در حضرت عبدالله ابن عباس، جای هفتم در حضرت عبدالله ابن عمر. این 7 نفر. جای یکم در حضرت عمر. اگر فتوای حضرت عمر را جمع کنیم چه دیگه انسیکلوپدیا میشه. چه دیگه انسیکلوپدیا میشه. به حد فتواش زیاد است. ای حضرت عمر روایت حدیث کم است، اما فتوا خیلی زیاد است. علتش چیه؟ حضرت از بس که در عصر پیغمبر بود، همراه پیغمبر بود، کاری را از پیغمبر دیده بود، نمیگه که پیغمبر گفت، پیغمبر کرد، امر میکنه که بکنه. از اون پیغمبر نه، خودش میگه بکنه. اون فتواش خیلی زیاد است، در صورتی که روایت حدیثش کمتر است. حالا حضرت عمر در صحیح بخاری اومده است، حدیث رقم 2010 در کتاب ساو. میگه در رمضان اومد مسجد اومد، مردم پراکنده، بعضیا تنها نماز میخونن، بعضیا کسی شده نماز خوندستیان، بعضیا قرآن میخونن، بعضیا یک گوشه داشتگی استراحت دارن. گفت اگر همه همیا یک جماعت میشیدن عجایب نعمت میشید. همه همیا یک جماعت میشیدن، یا امام پیش میاد اومده، و اگر ختم قرآن میشید البته خوب میشید. بعد حضرت میگه ابی ابن کعب سیدی قرای قرآن، سیدی حفوظ قرآن، امام تعیین کرد، نماز یک تا کردن.
وقتی روز دیگه اومدم مردم همه در یه صف ختم قرآن میگذرونن. حضرت دید ذوقش کرد، گفت نعم البدعة هذه. چی بدعتی به نعمت است، چی بدعتی خوبی هستند. اینا حضرت عمر گفته است. اینا بریده و تراشیده و پرتوفته نمیشه بکن. نعم البدعة هذه. بعد چی میگن؟ میگن غرض همین بدعتی که در اینجا حضرت عمر آورده است همون معنای لغوی شد، یعنی چیزا که نه مثلا لغوی ده. نمازی تراویح بود در زمان پیغمبر، بله نمازی تراویح بود، اما حضرت همگی 3 روز خوند، همگی 3 بار خوند است، هر شب نخوندن. ببینید خودی حضرت عمر بگو زبان عربی را چه شما نمیدونید؟ شما اخلاقای حضرت عمر عربی را خوبتر و بهتر میدونید. حضرت عمر نفهمید که کل بدعت ضلاله، همونجا کل بدعت ای کل بدعت سیئه فی ضلاله، هر بدعتی که سیئه است بد از در ضلالت و در گمراهی است. اما حضرت گفت نعم البدعة هذه. دیگر همون بزرگان محدثایی که مردمی به عقل به فرهنگ هستند وقتی که تقسیم میکنن بدعت به سیئه و به بدعت ضلاله، اونو استناد میکنن یک حدیثی را از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در صحیح مسلم اومده است. اگر چند اصل حدیث درباره صدقات است، یک گروهی از بنی مضر اومده بودن بسیار فقیر و کمبغل، انا حضرت دید شد بسیار جگرش سوخت، حتی آبی دیدش جاری شد بگه. خانه در اومد خارج شد، حضرت بلال امر کرد، از آن گفت قامت گفت نماز خواندن. بعدا حضرت خطبه خوند، تحقیق کرد مردم که امیو برادرای شما هست، هر کسی چی امکانیتی داره بیاره خیر صدقه کنه. یکی از صحابیون میگه در دستش یک بدره زر گرفت، یک مقصد یک خلطه دیرمه، کادت کفه تعجیز عنها بل قد عجزت. همین خیلی وزبینه که دستش دیگه قوت نکرد میگه اووردن، بلکه حتی عاجز شد میگه دسته قپیدش. یعنی بعد مردم اووردن، بعضی خوراکه و بعضی لباسه و دو خره شد، یک طرف لباسه و یک طرف خوراکه. و حضرت وقتی دید میگه روش پرتوافکن شد، نورانی شد، مثل طلا حتی میگه برق زد. بعد میگه گفت حضرت صلی الله علیه و سلم گفت من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا. هر کسی در اسلام یک سنت حسنه را جاری کنه، اجر ثواب کردگیش هم میگیره و اجر ثواب کسایی را که به این تقلید کردن کردن از حساب اونو نه، از او کم نمیکنن. خداوند با او میته اجر ثواب شد، با همون مقداری دیگه به ایران میته. و من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء. و هر کسی یک کاری بدی را جاری کنه، یک عملی نامطلوبی را داخل کنه، هم گناه کردگیش هم میگیره، هم گناه کسایی را که به این تقلید میکنن همین کار را انجام میدن. نبی غرض از سنت همینجا هم و یخینا بدعت است. برای که اگر سنت با پیغمبر نسبت بدیم به سیئه نمیشه بکن، همش حسنه است، همش نور است. و اینجا سنت سیئه میگه، غرض میگه اونم بدعت است که بدعت به حسنه و به سیئه مبدل میشود، تبدیل میشود. اکثری کل شارح ها، بزرگترین شارح های بخاری ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی که در بزرگی و در علم درک و فهم شد، حتی ای بچه ما از سای دوخیای ای دوبای اومگی گرانش خطی یک هفته در لباسا میشینه. اینجا بسیار نمو داروهای گیاهی هستند، هستای برای پوچکی یعنی برای گرده ها، سیسید اونیریز هستای، پراستاتید هستای، همچنین ژنسکی ضروری برای پامیت، شیتاویت که هستای، داولین نورم هستای برای آدمایی که دیل شده میکنن، داروی سرس هستای، میناکسیدیل هستای برای ریش و موی سر، همچنین برای سمیوان برای بوزبالا شوی، اکس پیگمنت و صابون مور برای آدمایی که در روش مارشی ندارن، همچنین برای آدمایی که کسل ویتیلیگو میشوند مردم ما تست میگن برای ویتیلیگو هستای برادرو. بعد اینجا اومگی هستای اسپیڅن شامپونو برای ریش، آدمایی که ریشش مقصد جین نیست برای هموار کردنش. بعد اومگی برادرو مازی کلکوین هستای بسیار نمود مزه هستای که برای پدرها و مادرای کلون سالان در کار میشود. مرحمت برادرو مراجعت کنید، با همه شهرها در صفقه داریم، در صفقه بی پولای ان شاء الله که با نرخ ارزان با همه شهرها با شما در صفقه میکنیم. آدمایی که میتونه مرحمت بیاید خودتون بگیرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.